معرفی شهر ایرانشهر. نام ایرانشهر تا زمان سلطنت رضا شاه با نام فهرد شناخته میشد و در کتب زردشتی با نام پهره نامیده می شده است. پهره هم به معنای شهر بزرگ و هم نگهبانی و محافظت می باشد. تاریخ مورخان یونانی نوشتند چنانچه آب و علف و خرمای پهره به داد قشون اسکندر نرسیده بود. حتی کسی باقی نمی ماند که خبر دهد اسکندر و سپاهیانش کجا رفتند. ناصر الدوله که در فاصله سالهای 1298 تا 1309 والی کرمان و بلوچستان بوده است، به جای بنپور، شهر فهرج را به عنوان مرکز حکومت بلوچستان قرار می‌دهد. گورستان اسپیدش یکی از مهمترین کانون‌ها و مراکز متعلق به هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد در شهرستان ایرانشهر میباشد که در سال 1381 توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید. یه جمله در مورد این شهر مردمانش